سلام درود خدمت همه دوستان، امیدوار هستم که جور و صحتمند و سر حال باشین. در هر گوشه و کنار که هستن خوش خندان باشین. خوش آمدین به یک ویدیو دیگر از چنل خودتون. در ویدیو قرار است که براتون یکی از بهترین و قوی ترین استراتژی های اتک در تاون هال ابتر براتون آموزش بدم که خودتون در قسمت کامنت ها خیلی از دوستا بر ما گفتن که در وقت استراتژی تاون هال 18 ماندم یک دو بار گفتن که استراتژی تاون هال ابتر هم بر ما بان دیگه. یک دانه مپ هم هست براتون نشان میتونم، دوستاش نجوم استفاده بکنین. ویدیو رو تا آخر تماشا بکنین، لایک و سابسکرایب کامنت انگلیسی رو فراموش نکنین. لیتس گو سمت از ویدیو. خب دوستان عزیز، طبق درخواست خود شما امروز تصمیم دارم که براتون یکی از بهترین، قوی ترین و راحت گفتن نمیشه، خب یک ذره سخت است ولی خب عالی است، فوق العاده نتیجه خوبی رو میده. استراتژی قوی است که شما میتونین اکثریت اوقات تاون هال 18 هم 3 ستاره بزنین. میریم سر ترکیب. بچه ترکیب از این قرار است، خودتان میبینید دیگه، نیاز نیست من یارو نامگیر کنم براتون. ترکیب از این قرار است، ابیلیتی ها از این ببینین، ای از اینا و لینک ترکیب در قسمت دسکریپشن میمونم، حتما از جا بگیرین استفاده بکنین. دوستاشون هم میتونن خودتون جور بکنین. و دیگه مپی که براتون گفتم، مپ هم براتون نشان میتونم. خب قبل از اینکه طرف اتک بریم، مپی که ما فعلا در لیگ 32 فعلا که هستم، ببینید بچه در این لیگ فعلا بازی کرده هستم، اینی مپ است فعلا در دفاع ما. اینی مپ است که اصلا دفاع خوبی نگرفت برای ما بچه ها. خیلی خیلی مپ افتضاح بود، واقعا هیچ دفاع نگرفت دیگه. فکر کنین از این قدر اتکی که ما زدیم، سعی کنین ببینید چقدر 3 ستاره خورده. پایینش نشون میده تماما 3 ستاره خورده. ببینید مپ اینی است. یا اصلا هیچی پیشنهاد نمیکنیم مپ برتون. مپی که ما بر لیگ قبلی مانده بودم هفته پیش که لیگ 31 بودم، امروز ارتقا کردم در لیگ 32. اینی مپ بود بچه. اینی مپ است فوق العاده عالی. خیلی تک گرفت برای ما، تقریبا 7 تا 8 تا بود. چقدر بسیار تک گرفت برای ما. نفر اول ما صعود کردیم در لیگ بعدی. این است که خیلی شانس تکش بالاست و ما اینه که اندازم که چون دفاع فصلی تازه اضافه شده ای تاون هالا، ایرم ایجا قرار دادم و کلان کسترش هم یک دانه گلم یخی همراه یک دانه سوپر لاوا، هم لاوای برفی که هست نی، از او میگیرین در اینجا در کلان کسترش میمونین دیگه. به خاطر از اینکه اگر کسی از سمت اتک کنه، از سمت بخواه وارد شوه، این گلم یخی و لاوا یا را استاپ میکنه و این فایر اسپیترها و دیگه دفاعی که است بسیار دمیج سنگین وارد میکنه و منطقی هم است. اینمی دو چیز دیگه چیزا که است نتیجه نمیده. اگر خلاف از چیزا به خلاف فایر اسپیتر از پشت سر وارد شوه که بازم کارتان راحت میشه، چون این طرف دفاعی خیلی سنگین است، مثلا مونولیت است دیگه. کلان کاستل میمونه داخل همراه غیر چیزا. این از مپ از لینکش در قسمت دسکریپشن رو از استفاده کنید. ما خودم تست کردیم براتون میگم. این مپی که فعلا یوز کردیم برای هفته بعدی، این دیگه هنوز مشخص نیست که چرا هم نتیجه میتونه بده. اگر نتیجه داد دورم باز یگان ویدیو براتون میمونم. خب زیاد پرحرفی نمیکنیم، بریم یک دونه اتک لایو با هم دیگه میزنیم ببینیم که چی میشه. امیدوار هستم یک دونه تاون هال. خب ما بخوایم نخوایم اجده فول مکس میکشه در مقابل ما بچه‌ای است مپی که آورده دیگه. سیستم اتک باید کار رو بکنم که کم ریسک شود بچه. حداقل باید ما دور بگیریم با فیصدی بالا، حداقل در صورت بعد بچه 10 دانه اتک شما دو بزنین، مس کنین دو باشه شب خیره و 2 دانه رو تک نزنین. تک زدن خیلی تاثیر داره، هم روی کپ زیاد از دست میتین و همچنان چی میگن مودتان خراب میشه باز وقت گیم زدن. روبوگا که متوجه باشین که از پیشتان نمره بچه. روبوگا خیلی مهم است. 4 ثانیه بچه ها هایت میشه. 4 ثانیه روبو، 4 ثانیه هم اسپل انویز کار میده. اینا رو با شما چی کنین دقت بکنین که فیکس اونم تایم نتیجه بده. و در جایی که دفاعی کنار هم است چی میکنین شما یک دانه اسپل چی رو مندازین، اسپل زلزله رو مندازین، به خاطر از اینکه زودتر دمیج بده دفاعی را و پاور ریال چمپیون هم میزنین یک قسمت. خب ریکالش میکنیم بس از همه قدر بر ما دمیج گرفت. خلاف تاون هال وارد میشیم از این طرف ما شما چی میکنیم وارد میشیم. آیس کلمبر رو مندازیم، بالون که به خاطر که کدام بم چی باشه خونسا بکنه. اینی طرف هم چیزای اقناق کات بگیر، از این طرف دوگا مندازیم
ایجام رول چمپیون یادم رفت. خب اینی را ریشه در این قسمت استفاده میکنیم بچه ها. پاور واردن نیروها زیاد دمیج زیاد شد سرش. ایران به خاطر از که اگر کوین داخل نره، یارم به خاطر پاکسازی مندازیم گوشه و کنار. خب تا فعلا که خوب پیش رفتیم بچه، ببینیم که چی میشه بعدنش. پاور دوگا فعلا نمیزنیم بچه، پاور دو که از این مندازیم به خاطر سرگرم کردن از این دفاعی ها. پاور دوگ یک ذره دیگه سمت چپ بیاد، پاور نامد. پاور دوگا فعلا نگاه میکنیم برای آخری دیگه. اینجا دیگه فایر اسپیتر ما را خیلی اذیت کرده رئیس بچه. چی برج انتقام سرعت بالا میبرم. اینجا دیگه پاور دوگ برای ما خیلی کار می. دوباره نیروها را چی کنه ریچ کنه. واردن زنده کردیم. تایم نشه 3 از بچه، تایم نشه 7 8 جی. این بود از اتک لایف بچه. اتک لایف یک ذره استرسی است. خب هرچند تاون هال ابدس استرس ندارم من، خب ولی در کل نمیتونم درست براتون توضیح بدم که هم فکرم در اتک زدن بگیرم و هم مثلا چی کنم برای شما توضیح بدم. آماده کردیم بچه. کلنک اصل ما پر است. دوباره سیستم مهم چی است بچه؟ از اینکه اتک براتون نشان میدم یا اتک لایف میزنم بعض وقت در استراتژی مهم است که شما بفهمین که سیستم اتک چه رقم است. اول رویال چمپیون استفاده میکنین، یک قسمت کات میکنین و از یک طرف دیگه وارد میشین. به خاطر از یک کم ریسک کار کنیم همیشه کوشش کنین که از سمت تنها ورچن، مگر اینکه چیزایی باشه که شما رضایت کنه، مثل فایر اسپیتر باشه، چیزایی که خیلی سنگین باشه سمت تنها، باز خلاف تنها میریم و کم ریسک گردن میگیریم. میریم اتک بعدی رو با هم دیگه میزنیم بچا، ببینیم که چی میکشه در مقابل ما. تنها 18 بازم هم رقم است. خب پلانی که من دارم دیگه بچه 30 ثانیه که وقت داریم، باید سریع فکر کنیم پلان کنیم دیگه، زیاد وقت نیست. فکری که من دارم درباره دو دانه ریج تاورم در بین از خیلی سنگین است وسطش. این قسمت با رویال چمپیون جمع میکنم، از این قسمت وارد میشیم. بیا نیروها سمت راست، سمت راست که آمد از این قسمت ها را اگر دیدم که زیاد سمت راست رفت ریشه میکنم کلش بره در وسط. چی میکنیم بعد از او وسط پاور میکنیم. خب اینمی قسمت بچه دفاعی ها زیاد است، یه من دازم سریع تر بزنه یاره. سمت فایر اسپیتر برو. خیلی بد شد بچه ایسو آمد. پلانی تو نبود بچه، پلان مرا خراب کردن اینا. پاور چی رو میزنم؟ رویال چمپیونه. خب مرد روباگک. روبا فکر کنم در این اکان یک ذره ضعیف است، از او خاطر بسیار زود مرد. اینیجا هم تله گردباد فعال کرد. خب ریکال میکنیم کال از بین نره. خب مشکل نداره بچه های فایر اسپیتر که است داخلی زیاد اذیت کرده نمیتونم. ما از این قسمت با چی میکنیم وارد میشیم. حالا اشتباه کردم. خب به هر صورت یارو مندازیم رویال چمپیون. این از این قسمت مندازیم بچه ها. یک دانه توتم مندازیم که اینا رو یک ذره سرگرم کنم. این قسمت هم ریشه میکنم. یک دانه نیروها رفت سمت داخل. اینمی رو میخواستم که نیروها چی کنه سمت داخل بره و پاور واردن میزنیم. تمام. دوگ اگر داخل میرفت با یا خیلی خوب میشد، کار ما راحت میشد. به خاطر از اینکه خب تاون هال زدیم خیلی خوب شد برای ما فعلا. اینجا پاور دوگ زدم که دفاعی ها رو کلش استاپ کنه در هیچ قسمت. دیدین فایر اسپیتر اگر از اول میتونستم بزنم خیلی کار ما راحت میشه. ببین نیروها تیر پراگان داشت، خیلی بد شد بچه. خب اینا رو میندازیم پاکاری کنه. اسپل ریکال داریم یک دانه. دوباره زنده میکنم. یک کم فیصدی رو میبریم امروش بالا. یک دانه یه تیر هیله را در جانش چسبیده یا خدا. خب باستش میکنیم ببینیم چقدر فیصدی زده میتونیم. 3 خوب فکر نکنم شوا. البته یک شانس داریم بچه، تایم نشه. خیلی خوب است. جی خیلی فوق العاده.
توقع نداشتم که سه شوه بچه، چون نیروهایم از دست دادم در وسط. البته سنگین ترین قسمت ما په اون وسطش بود که خیلی خوب جمع کردیم. خب دوستان دوباره نیرو رو آماده کردیم، بریم یک اتک دیگه با هم دیگه بزنیم ببینیم که چی میشه. امیدوار هستم. خب ابدر این دفعه برای ما کشتی را خلاف تاون هال میزنم بچه. این را بخی ریسکی کار میکنه، خیر است، به خاطر از که پیشتر اجدر زدیم فاز و قاب گرفته مرا فعلا. از یه رئال چمپیون من دوزیم فاریس پیتر بزنه، ریشتاورم فعال بکنه برای ما شما. روبا رو نمیخوایم از دست بتونم قدر زود. روبا کار میبرم. چند ثانیه خدا نگاه کن. 4. اینمی قسمت هم خیلی سنگین است بچه، اجاره یک اسپیل پردم. 3 4 یه از اینی یک بنشم که بانم میتونم که چی کنم. اوه تاله گرد بود خرابی کرد بچه ایجا دارم. بیا ریکالش میکنیم کال نکشه. خب اسپل تاور از بین برد برای ما، یعنی اسپل ریج از بین رفت، خیلی خوب شد، منطقه سبک شد یک ذره. از این قسمت دوباره چی میکنیم ما شما؟ از این طرف وارد شوم یا خب بیا از یک کار دیگه میکنیم باشه، از این طرف وارد میشیم. پلان تغییر کرده ایست وارد میشیم. دوباره ایره مندازیم، هم که اذیت ما نکنه، هم از این یا به خاطر پاککاری، ایرم به خاطر قهرمانا یک دانه کوین. این قسمت ها بچه ریشه میکنم، اینا اذیت میکنم ما را دیگه که نیروهای ما چی شوه بره سمت داخل. پاور ورده نمیزنم، این نمیشه بچه. تاون هال ابدک هست، چیزای سمی تولید میکنه، خیلی اذیت میکنه. اینجا فارس بیتر مصرف میکنیم. دوگ همیشه بیرون دوره میکنه، یک داخل بره. اوه اینجا خرابی شد که بچه کار بسیار اشتباه شد. برو پیش برو. کار اشتباه به این شد که واردن از دست دادم، باید دوباره زنده کنم شه سری. تایم نشه خلاص از گپش. یه هم از 3 دانه اتک لایف بچه که ببینین اتک دوم بود، 3 دانه زدم که 3 دانه کلان 3 زدیم فعلا دیگه. ای از ترکیب ابده بچه واقعا ترکیب خطرناک، ترکیب فوق العاده ای است دیگه. فقط مهمی است که شما سیستمش بفهمین، خط رویال چمپیون خوب کات گرفته بتونین دیگه، هیچ کدام مشکل نداره. اتک خیلی ساده است، به همین سادگی شما میتونین که اتک ها رو بزنین دیگه. لینک مپ و لینک ترکیب در قسمت دسکریپشن میمونه. بازم جای سوال، پیشنهاد، انتقاد داشتین در کامنت ها بنویسین بچه. ما این که براتون میگم پیشنهاد انتقاد داشتین بنویسین الکی نیست، یعنی همتون نیست که مثلا تو گپ باشه براتون بگویم. واقعا ما در این موضوع باز عمل میکنم. یعنی رقم که شما گفتین استراتژی تاون هال ابده براتون ماندم، این حال بر ما بگوین که استراتژی تاون هال 15 14 18 مپ نمیفهم هر چی که کار داشتین بگوین، ما در خدمت پیدا میکنم براتون میمونم. دوستا گفتن که برای لژند 3 یک مپ خوب پیدا بکو، حتما ما در جستجوش هستم که مپ که نتیجه به اول ما خودمون تست میکنیم. ما اگر لژند 3 نیستم در بچهای کلان میتم مپ تست کنن، اگر دفاع گرفت نتیجه داد میارم به اختیار شما قرار میدم که شما از استفاده کنین، لیگتان صعود بکنه. هدف از ویدیو آموزشی کلانی است که بتونم بر شما کمک بکنم، یک راهنمایی بکنم از تجربیات خودم دیگه. پلیرها بازیکنایی که در کلان است و یوتیوبرهای کلان تجربیات از اینا رو کلش یک جای در اختیار شما قرار میدم که تا باشه که شما پیشرفت بکنین وطندارای ما در سطح بالا، در لیگای خوب برن، در سطح افغانستان، در سطح جهانی شما پیشرفت بکنین. هدف من اینمی است. این بود از ویدیو امروزی. خدا کنه که از ویدیو خوشتون آمده باشه و این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه که بتونین یک استراتژی خوب داشته باشین، یک اتک بهتر بزنین. و این استراتژی را مال به خاطر از اینکه وارلیگ شروع شده، دوستایی که تاون هال اب دستن از این میتونن استفاده کنن، یک تاون هال بالا هم راحت 3 استاره بکنن دیگه. اگر روز فامیل ما هست حتما چینل سابسکرایب بکنین، اگر زحمت نمیشه ویدیو رو لایک کنین، یک کامنت انگلیسی هم بدین که لایک و سابسکرایب تن حساب شود.
تا ویدیو بعدی شما رو به الله یکتا میسپارم. وقتان خوش، خدا نگهدار.